سلام دوستان، یه ویدیو جدید. آقا قراره 4 تا نوشیدنی تست کنیم. یکی 4 تا. بابا این همه دیگه 4 میفهمن چیه. حالا اینو کسی نمیدونه. اینو آخر سر می‌کنیم. اینو رو بسته‌بندیش نوشته بود شراب چی؟ شراب القدافی. القفاء. نکنین بخونین. ما مغز نداریم نمیفهمیم. شاید باز شما برعکس باشه. حاجی واقعا برعکسه؟ ازشون؟ یه در صورت. خب بریم. اول تو اینجا تست می‌کنیم یا اینجا تست می‌کنیم. اوه به نام خدا. این همون شراب است. باشه اگه می‌بینی این چقدر کمه چون این شراب خالصه. واقعا بوده. واقعا بده. نه آه افتضاحه. دیسلایک به اینا رو بیارم. اینو هیچ وقت نگیریم. خب بمیره. خب این شراب خالص آقا. ای واقعا بوشو میده. شما شراب خالص آقا. این همون بود. آره شراب زهرماری رو داریم تست کنیم ولی یه خیلی خوبه. نره این بهتر بود خودت. خانم خالص واقعیه. خوردم ولی بهتر. روی نوشته بود میوه است. اما این بهتره بابا. آقا چایو بده. یه کوچولو عالی. فقط داغ نی. آره فقط نباتش حل نشد. ولش کن بابا. عالی آره بعدا میخوای. این چیه؟ میرسیم به سم. واقعا بوشو. یه رقبه یه چیزیشو نریختم. چی؟ استوب. نه استوب نه. استوب کن بچه ها نباید بفهمن. مواد سریع تو هم باید خودت چشمشو ببندی. خودت باید چشمشو ببندی. آقا بچه ها این ور خودمون این اینجا گیری کردیم بچه ها. ای خدا بیا دیگه بابا بچه ها تلاف شدن. بیارش یو قرمزاشو ببینیم. دستشو بکنم باز کن. چی شد الان؟ هیچی یه مواد خیلی زهرماری. من چیکم چراغو بزنم بابا. بچه چیز زهرماری اول همه سوالو شروع میکنم. واقعا آخر سر بهتون میگم چیه. چای بکن چای این ریختی تو این؟ نه آقا بسم الله. افتضاح میدونم. سرکه است واقعا؟ من اونجا سرکه مخصوصش سرکه سیمه. من حساسیت دارم به سرکه سیمه. خودم بود. وای عالیه. حقش بود که برسد لازم. خب بچه تا ویدیوی جدید آقا پاید من چند تا ماده دیگه درست کنم. برو. از اینم بریز
سرکه سیبو بیار. سرکه سیبو بیار. سرکه سیبو بیار. اوه من اینو نمیخورم ها. سرکه سیب نیست، سرکه خال. نه آب لیموه. خب بگو دیگه. خب وایسی حالا. خوگو لرد گرفت. آقا قاشق نری. پول نری. قاشق دایی پول نداریم. آقا من 4 تا مواد دیگه درست کنم، ویدیو رو استاپ کنیم. این یه دونه از موادشون. میریم دومی. چایو برید چای. ویدیو رو استاپ نمی‌کنیم. آقا این آقا ویدیو رو استاپ کنیم دیگه نمیتونیم عوض کنیم. نمیخوام قطع کنیم. اینو بزنیم. نه کدوم بزنیم؟ کدوم؟ یه موادی بزن دیگه. سس تو داریم ویدیوی بعد عمه ما. نه آقا منو نذارین توی ویدیوهاتون، بریم ویدیوهاتون رو کات کنم بعد بذاریم. برو این مواد قرقاتی درست میکنیم بخوریم. میخوام. چرا؟ مسموم نشی. نه یه قطره هر کدوم میخوریم. یه چیز کوچیک داریم. خب آقا عمه ای وای ببند ویدیو رو ببند. خب بچه ما موادمون رو آماده کردیم. برای بدبخت بشیم. میشه از اینجا شروع کنیم؟ نه دیگه از بدبختی شروع میکنی. آقا مواد رو بگیم بهشون توشون چیه؟ آره این تمام مواد قبلیه. تمام مواد قبلی رو با هم قرقاتی کردیم. آره خودم کردم، تو اصلا می‌خواستی یه چیز دیگه بزنی. اینم همه مواد رو با هم قاطی کردیم، فقط توش یه سس دیگه هم آب زدیم، سس قرمز زدیم. سس قرمز نه سس تند. نمیدونم اصلا نمیدونم این 2 تا سس زدیم. 2 تا سس آب نمک. وایسی 2 تا سس آب و نمک. آره این 2 سسه. نگو 2 تا سس دستساز. من یه دونه‌شو میتونم بگم. نه خب یه دونه اونم نمیگم. اینم شکره و آب و ادویه فلفل. ادویه فلفل و نمک. خب بسم الله. از کجا شروع می‌کنی؟ تو رو خدا ایمه بریم بسم الله. خدا با امید خودت. وای چه بوی بدی میده. چی گند زدیش؟ شکر زیاد. اوه خیلی خوبه. طعم اینو میده. اوتر خوشبتر. خب اینو میذاریم این کنار. هر کی چیز اتفاق بدی افتاد چای بخور. آقا تمام اینا هم باید بریزیم آخر تو هم دوباره دور. اول رو بریزیم قبلا. بسم الله. فکر کنم این بده. نه خوبه. از این خوش معلومه. یه لحظه بکن. اوه من نون سس میخورم. وای یه نون بده. نون چرا؟ یه نون بده. اینا حداقل نون بریزیم توش. بابا نونو بریز. نون سس میشه. گفتم میخوره. واقعا خوبه. همه ماست و نمک و نعنا خشکه میده. یا خدا رسیدیم به 2 تا آخر بده. آی داسی داریمه. پولش کن. خب چای و اینا هم میذاریم و فینال بدبخت. این که بدبختیه ولی اینو حداقل حذف کنیم. بدبختی از بوش معلومه واقعا چیه. بیا بکن. ای بچه
به نام شما تو رو خدا لایک کنیم میمیریم. لایک کن داریم مزا بیگشیم صابمون وسط بزنیم. زنگوله هم داری کار کنن چون بیدی بس زنگوله واقعا خیلی توشه. آقا زنگوله هم بزن. به نام خدا برو بالا. رولیا بدش ولی من خیلی بده خیلی بده. خوشمزه است. بابا بده بخورم. خوشمزه است. حالا میرسیم به سس تون. چرا من سس تون نیست. نمیدونیم چیه. زدم. هیچی نیست. اصلا چیز بچه اون موقع پلی کردم اینا سس تون نیست. یس. به قرآن روب نباشه. بچه یه قاشقی چیزی یه چیز کوچو با این که هم میزدیم با همین ریزه. بچه لایک کنید. ساب این بغل هم بزن. کنار ساب یه ویدیو خیلی قطعا همه لایک میکنن. یکی کوچولو تو چقدر زیبونش کردی. با خیلی گلو. وای 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 عجب چیزیه. بچه ویدیو قطع شد. بله به هم وصل میکنیم. خب برو بریم. من از این خیلی خوشم آمد. من میگه 1 از 10. آقا بیاین نمره بدیم بعدش بریم بقیه. آقا استوب کن ویدیو رو. میخوایم ویدیو بریم. بچه این داریم نمره میخوایم بریم. بچه به چویمون آقا 10 از 10. 9 از 10. آقا اینو ول کن. به چای 9 از 10. اینو واقعا من دوست داشتم. آره 9 از 10. 7 میدم. 7 0 0 از 10. 10 از 10. 10 از 10. 0 اینم 10 از 10. 2 10 از 10. 2 1 از 10. من 0 از 10. خب بچه رسیدیم. نه کانال رو الان با هم قاطی کنیم. وایسا بچه صحنه دردناک مرگ. صحنه دردناک پرداخت. با اسمش چی بود؟ میته چیه؟ حرف بزن. اسم چیه داره؟ یه کوچولو یکم یه بزن. یه ذره یه بزن. زیاده. آقا زیاد اینقدر باید بزنی آقا. برو بابا من میمیرم. 2 قاشق بزن آقا. 3 قاشق بزن. 1 2 من تک قاشق مردم. این خوبه این خوبه. حالا میرسیم ترکیبی قبلی مونم. من همشون رو بزن آقا. بسته بقیه‌شون هم بچه ای بوش اینجوری خود دست دارم. لبم داره هنوز میسوزه. به نظر من که قالی. آقا به نظر من خوب بزنیم توش بزنیم. برو شو. آقا یکم بهش تنبو بده. نزن. خب بچه دوباره قطع شد. دیگه آقا یوتیوب دیگه چند درصد داریم؟ 2%. بیزنیم الان شد بچه. ای بوش نمک
یه لحظه اوق گرفتم نزدیک بود بالا بیارم. آجی لایک و کامنت یادتون نره. دوستتون داریم تا ویدیوی بعدی. بچه سلامتی تک تک. اونو بریز بره آشغالو. یک دو سلامتی سگم که همین دیروز مرد. نخور. آجی خدافظ. نه خوب فعلا خدافظ تا پارت بعدی. حتما بای بای. کلمه پارت 2 رو ببینی. بای بای. یه لحظه برو گم شونور. به قرآن لایک نکنید. چنل یوتیوب هم پاک میکنم. به نیمار میگم بیاد بالا سر اون شوتاش بزنه تو دهنت. بای بای.